خوف میترسیم خاک چیکار کنیم کجا بریم در زمستون کی ما را جو میکنه نخیر فرزندامون در خطر تا بگر فرزند نگاه میکنیم خیلی ما پیر شدیم که آینده فرزندامون فکر میکنیم برادرای عزیز خونه که آب ششته برد خونه همین مادر جون است از ما اخشون با پرسون میشیم ما در یک جای زندگی میکنیم که باور کنین ممکن که این تایستان همه را بشوه همه جا زندگی میکنیم یک کوخنیچه مانده همه را آب برد شما از در همین کوخنی زندگی در همه کردید کوخنی زندگی میکنیم برای ادامه برنامه را دیدن یک لحظه توجه میکنیم به سرپرستان برنامه شرکت زیارت شاپ با حجامه و داروهای گیاهی و اینچنین طبابت گیمری در شهر مسکو تمام داروهای گیاهی با نرخ‌های دسترس شما میتوانید خود حاضر فرمایش دین تحویل به تمام شهرهای روسیه و اینچنین به تاجیکستان وطن عزیزمون به شهر دوشنبه یکی از نماینده‌های شرکت زیارت شاپ برادر عبدالله بله هموطنان عزیز ما الحال در شهر باختر قرار داریم 6 ماه پیش انا همین جایی که ما را دیده ایستادین یک بار این سر نشون بده در حالی که شما میبینید اینجا زمین ها بودند سیل اومده اینجا یک خانه را و چندین گکتار زمین ها از اینجا ششته بردگی است همین یک ماه نیم ماه پس علاقه آبخیزی سر می شود اگر حوض مقصد ما پیش همی راه نگیریم ممکن که بعد یک 15-20 خانه رسیده آید زلالی همین آب حوض اینا چونه که میبینید یک خانه در خطر است و اوج علاقه در حساب نابود شدگی است با 15-20 خانه رسیده می آید جایی که در رفته سای با معلومات ما اینجا زمین ها بوده نه زمین بود اینجا خانه بوده است اینجا خانه بود زمین بود حولی همین برادر بود خب منورها هستن منور رو میگذاریم ببینید که چقدر سیل اومده اینجا ششته بردگی هستند از شما چیکار کردنی هستین اکا ما چه راه ای آب بند میکنیم ما خیلی نمی خلق همین ده با یک پولی نوچیزی که مقصد با کوشش یکدیگر جمع کرده بودیم خیلی علاقه از اون طرف آب ساحل بندی رو شروع کردیم خیلی میخوایم کمک لازم با ما در این محله چند اهالی است خیلی اهالی یک 80 تا 100 نفر نفر اهالی زندگی میکنه دورتر از اینجا نمیتوه رفتنش هم مشکل تر است که همونجا راه آبی همی را بند کرده ایستن و دیگر طرف سمش دیگر طرف کرده ایستادن اگر همی خیر رفتن گیره در حقیقت بسیار بسیار خطرناک است منم بیا ببین ای بچت حال همی خیلی سیل است باز بهار ده یک ماه پس باز سیل خیزی می شود اینجا زمین ملایم است سنگ وای نیست ششته برده ایستاده است اگر که آب میگن همین خیلی آمدن گیرد یک 20 اهالی دیگر در همینجا که استقامت میکنن خطرش میرسد بخواه که 20 شکی بود رفتن میگیرم مسوخی سری امروز سیل بگیم ببین برادرای عزیز ما با اون مقصد اومدیم که با شما مراجعت کنیم سرجمانه شویم درباره همین هموطنان خودمون یک گوشه تاجیکستان خودمون کمک بکنیم و همین راه همین آب بند کنیم از یک آفت طبیعی همین مردم نجات بدیم تلاش کنیم 1 سوم است 10 سوم است چقدر که میتوانید این همین کارتای برادرها خوشون هستند سهم گذاری کنین هر چیز زودتر ما رو همین آب به دیگر طرف سمتش روانه کنیم برادرای عزیز خونه که آب ششته برد خونه همین مادر جون است از ما اخشون با پرسون میشیم وقتی که خانه را سیل برد شما در کجا بودین مادر در همین خانه بودم گویا بین 6 ماه شد گویا 6 ماه آب آی دریای وقشمون بلند شد خطر در قشلاق آمد و زیر خطر شد هر یک چپه شدن در 5 متر 6 متر چپه شد می دریا در اینجا یک و این خانه خودم زندگی میکردم اینجا شگر دست ده کلون داشتم 4 در خانه بود یا ویرانتی کلون بعد ایوای با شگر انجام خانه بود آش خانه بود گویا همه جای دایره انجام خانه بود آش خانه بود آغل بود تپک خانه بود بعد حاجت خانه بود بعد زهبر بود بعد زهبر جای گوچرانی مردم بود زمین بود اینجا 16 سوتیق این 16 سوتیق یک سوتیقش مونده است گویا چی بعدی همه دنبی کلام بود بعدی وای دچه میگفتن پیش ای جنگ دچه بود آخی گویا جای استرادگاه ها بود آخی جای گوچرانی بودن و بعد دنبی کلام بود بعد دریای وغش بود حاضر همین سیلی که آبی که همین سو آمدگی تقریبا 6 ماه پیش همین سو آمدگی است این گویا 6 ماه شید آخی 6 ماه شید هر روز کم چپه شیدن 6 ماه شید حاضر شما در همینجا زندگی دارین این در خطر نیسته که هر لحظه اینجا چپه شده است نه ما همینجا بودم دیوارها خمیده است مثال دیگه کجا بریم جای رفتن نداریم همینجا زندگی میکنیم یک کوخنیچه مانده همه را آب برد شما از در همین کوخنی زندگی در همین کردید کوخنی زندگی میکنیم
شگر که 4-5 نویره دارم نویرم در همین خانگی بیمار شدن با خونی ماماشان روی کدوم خونی همسایه ده بدن ای صاحبکارو از مردم چی طلب ای دارید؟ مردم سخاوتمندان اکوان دادران از شما احترام و خواهش میکنیم که دستگیری کنین دستگیری شما پیشرفتی ده همون التماس یاردم ممکنه امیدوارم برادرها دستگیری میکنند. مادر جان برای خودش نه، برای خانه کردنش برای نه، ده همون برای همه دهه که همه آب راش اوس گردونیم و دیگرها ضرر نبینند. 6 سوتق زمین که میبینین 1 سوتق زمینش موندگی در همین کوخنیششون زندگی دارن در لب همین دریا هست که هر لحظه خطر اینا را تهدید میکند. انشاءالله امید دارم که برادران و صاحبکاران در اینجا سهم خود را میگذارند، دستگیری میکنند و ما سرجمانه شده همین راه آب را سمتش دیگر طرف میکنیم و مردم هم از همین خطر نجات مییابد. ای اگر این قدر دریای کلان همیشه اومدن بگیرد من فکر میکنم این هر توخیش هم میرود. میره این زمین ببین همه زمین خالی از زمین ملایم است کنده برده سای. ما مادر را گفتیم بیا دستگیری کنیم یک خانه بگیریم. مادر میگوید که همون مبلغی که برای من میگذرونند و برای من خانه میتن همون مبلغ در همین جا صرف کنند که همین راه آب بند کنند که دیگر مردم در خطر نماند، ضرر به دیگرها نرسد. صاحبکاران عزیز، هموطنان عزیز، امروز خود دیده استیم چقدر اویلاهای کمبیزاعت در اینترنت ها برآمده، مقصد در شرایط خیلی وزین قرار دارن. هم خانه توفشون داریم، هم مالیوی دستگیریشون داریم، هم بیماروش آورده طبابت داریم. با دستگیری شما و صاحبکارا هسته ما از همه شما احترامانه خواهش میکنم بیاین همین خیلی سهم گذاری کنیم و همین راهی همین آب بند کنیم. ما یک اویله را نه اینجا 100 اویله را نجات میتیم، 100 اویله را از خطر کلان نجات میتیم. سخن از زبان لقمان خوش است. ساکن همین دهه بابا جان بخواه شما سخن کنین من فکر میکنم که مردم باید خوبتر درک میکنن، باور میکنن. چونانه که نه شما به ما معلومات دادین که آب بلند میشود، حتی های درختایی که قریب 20 متر بلند است، 10 متر بلند است، همونها هم نمیتوانه همین آب بلند شید عموما همین ساحل نمیبینی. او که درختو از شما در کجا زندگی میکنید در این منطقه نه خونه من نمی یکم خونه من این بعد همین خونه اوپرا یکم خونه من بعد در خوف نیستین؟ نمیتونید در خوف میترسیم خاک چیکو کنیم کجا بریم در زمستون کی ما را جو میکنه نخیر هیچ کجا کدا نمیتونه کجا بریم هر لحظه ببین کنده هر لحظه ها هر دقیقه و هر ثانیه چپا میشه این خیلی دقیقه هر لحظه نه هر ثانیه چپا شدن میگیره ایالا یه بخدا یاد دینو زمین بود همه زمینا را بود زمینای کوره ما بود او که اینم که یاد دینو زمین او بود زمینا را چیکار کنیم کجا بریم درمون کی ده بگیم چی بگم دیگه من امید دارم که صاحبکارای عزیز، هموطنان عزیز سخنهای شما را دیده یا کینوا را دیده سرجمانه شده دستگیری میکنن، هم آب راشت دیگر طرف میکنند، هم نفرانی که در ضرر دیدن با یورا کمک میکنن. همین کسی خیریه میکنه خیر میکنه و پدر و مادرشون در رحمت کسی یاردم میکنه پدر و مادرشون در رحمت. همیشه دعشون با دعا باشین. مردم ما در خیلی کارا بسیار سرجم هستند. دعا میکنیم خدای خداوند کریم، خدای مهربان، خدای یکا و یگانه، خدای یکتا همین صاحب کارا را خیر کننده و را دستشون دراز کنه خیر کنن ما ده همینجا را آباد کنه تیامونه. الله اکبر. رحمت. چی بگم دیگه؟ سلامت باشین. هموطنان عزیز بیاین سرجمانه میشیم در بر برادران میستیم. از اونه که ما در هر جاها امروزها خیرها کردیم این اجر و پاداشش بلندتر است. این ثواب جاریه است تا روزی که همین جا مقصد مردم زندگی میکنند ثوابش در نامه اعمال هر یکی ما و شما رفتن میگیرد. اگر نگاه کنین که ما از یک اویله را دستگیری کنیم چقدر خوشحالی ما را فرا میگیرد. در اینجا حساب کنین که چند تا اویله است، 20 تا 30 تا 40 تا 80 اهالی که در اینجا زندگی میکنند همه مبلغ جمع کرده مبلغ مردم کم بغل هستند، همه مهاجرت رفته کار میکنند. با همین کمک همدیگریشون همجا را کمتر شه راهشا بند کرده استند. تقریبا گفتم میتونین که چند قدر مبلغ در کاره که ما روحی همین آبا به دیگر طرف روانه کرده میتوانیم. اگه چون که خودتون میبینید و میگین اینجا مبلغ کلان لازم. خیلی اگر سخاوتمندها باشن صاحبکارا هر چند که کوشش کنن مقصد مبلغ کلانتر باشد که ما انه گفتن نمیتونیم که مبلغ کلان لازم. چند خیلی کمک کرده میتونن مقصد با دل پر مقصد ما شود یک علاج میکنیم که این پیش آب قطعی به مقصد یک کمک. لیکن در حقیقت این آب خیلی دریای کلان است، دریای وحش است.
که ما این حالها آمدیم در نزدش در همین وقت هم باز یک قسم آب در همین طرف است این قدر سیل است قسم دیگرش بود با دیگر طرف کوی بیشنیمت هست خیلی مشکل است خیلی با بفهمند ما از همه صاحبکارها احترامانه خواهش میکنیم سهم گذاری کنید انا همون طرفی که دیده ایستادین راه آب از همون سو او طرف کرده استیان بگیم که به نهایت در یک وضعیت خیلی وزین مردم قرار دارد این اویله بگیم نه شب خوب هستند نه روز از آواز همین دریا و از وهم همین دریا و از خطر همین آفت طبیعی که اهالی در تشویش است بسیار شرایط وزین در قرار دارد ما از خود شهر وحدت امروز به شهر باختر آمدم با دیدار انا همین برادران از احوال همین ها بخبر شدن که و احوال همین ها هم به همه شما برسانم و سرجمانه شویم دستگیری کنیم از همین آفت نجات شدیم. سلام علیکم هموطنان عزیز صاحبکاران از شما خواهش میکنیم ما رو دستگیری کنین ما در یک جای زندگی میکنیم که باور کنین ممکن که این تایستان همه را بشوه اینا دیده استین اینا با چشتون بینین التماس اگر چی باشه شما یاردم طلب داریم علاج باشه یاردم کنین التماس خیلی خونه نمی یانگی مورا آب بردگیه این 10 متر هم نمونده ممکن که با این تایسونی همه قشلقه 60-70 نفر دیگر آب ببره اگر کدومی که یکم خیر داشته باشه یکم سخاوت داشته باشه همه قشلق مده یاردم التماس ای شما ای همه تاجیکستان باور کنین این همی خونه که حالی ما ایستادگی هم نیست یگون چیش نیست زنک در میدان ماندگیه باور میکنید یک تخته کندگی برده در ته برف و باران ایستادگی باور نکنین تماشا کنین شما خودتان خلاصه برورین فرزندامون در خطر تا بگر فرزند نگاه میکنیم خیلی ما پیر شدیم که آینده فرزندامون فکر میکنیم حالی او پست ممکنه که حالی شما امیرم وای کده محکم کده بتونه پیشگیری کده بتونین آخی وقتی که وقت او کلان شید ما یگان کار کده نمیتونیم آخی فقط نمی در خطریم التماس ای همه شما التماس خواهش میکنیم که های یا یاردمی دستگیری کنین یاردم کنین اگر علاج باشه ای شما ما همه طلب داریم هنای سنگای کویه که چون میبینید اینا رو از طرف ناحیه همون رئیس ناحیه با رهبری رئیس ولایت همون برای ساحل بندی همه رو آورده همینجا مقصد ریخته بودن تشکر زیاد به این رئیس ولایت و رئیس ناحیه که ما رو همیشه دستگیری میکنن در بری ما هستن نصیب باشد بعد که سمت آرامو دیگر جانب گردونیم اینها رو نصیب باشد برده ساحل بندی با همین سنگای کوهی میکنیم